سر خم کردن در وقتی نام پیغمبر و نام خدا اساس دارد یا نه؟ خب این مسئله البته که در هیچ جای دنیا نیست، در همه مردمی کوهستان خودمون هست که نام پیغمبر شنیدن صلی الله علیه وسلم گفتن در یک کمی می جنبند یا که بعضش می خیزه از جوش، خیلی عادت هسته، اما اینها یکون اساس علمی ندارد. در این باب البته که آیت کو نیست، یگون حدیث هم وارد شدگی نیست که پیغمبر گفته باشه که نام مرا شنیدین بجنبین و از جاتون خیزین، یگون حدیث نیست، آیت نیست در این باب. خب از صحابه ها هم یگون روایت نیست در این باب در جنبیدن. البته که این مردم کوهستانی ما از شوق محبت دوستداری جناب پیغمبر همین خلقشون می جنبونن، اما حجت دلیل ما نداریم برای همین کردن همین کار. البته که نکردنش بهتر، اگرچند کردن این گناه نیست، صلی الله علیه و سلم گفته کمی بجنبه گناه نیست، اما برای کردن همین یگون حجت ما نداریم، یگون دلیل نداریم که بگیم همین کار درسته. با چی خاطر؟ درست بدن و نابدن ما از قرآن میفهمیم، از احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفهمیم. در یگان احادیث در آیت در هیچ جای چیزی نیست. اما کسی که می جنبه مایلش چیه پینی نجنبه اگر بهتر است، چون که در اسلام یک چیزی نو با از خودمون ما زیاد نکنیم. در کتاب اخیرانی حضرت داملا محمدی یکی از فقیهان بزرگ تاجیکستان ما و شما هستند، کشف الاستار عن وجوه الآثار کتاب گفتگی نوشتگی هستند. در همون کتاب هم همین مسئله را سوال جواب دا بیان کردگی است که تعظیم خدا و پیغمبر، خب تعظیم خدا و پیغمبر ذکر است نه سرخم کردن، یعنی بزرگ داشتن خدا، بزرگ داشتن پیغمبر با ذکر است. مثلا نام پیغمبر شنیدی میگوی صلی الله علیه و سلم، اما اگر بجنبه سر خم کنه و صلی الله علیه و سلم نگه صلوات نفرسته، گناهگار و عاصی است. او خم شدن او چی فایدهش نداره، گناهگار است، عاصی است. چون که صلوات فرستادن خدا در قرآن امر کرد که استعذ بالله ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. آیت نازل شده است صلوات فرستادن واجب است. حدیث پیغمبر از کسی نام مرا بشنوه و صلوات نفرسته جفا کرده است. کسی که صلوات بر پیغمبر فراموش کنه راه جنت فراموش کرده است. فقط گفتن به زبان و خم کردن و جنبیدن نه، این معنی ندارد، اساس هم ندارد. فقط به زبان باید که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد بگه، یا که صلی الله علیه و سلم گفته صلوات بفرسته. یا در نام خدا را شنیدن هم جل جلاله گفتن چی است؟ البته که شرط است، اما جنبیدن اینها قدر معنای نداره، اصل ندارن. این چیزا اصل که ندارن به همین خاطر را طرفداری کردن حاجت نیست، چون که ما همه هر چیزی که به ما لازم است در قرآن و در حدیث مجتهدها همه بیان کردگی، برای جنبیدن اینجا بیان شدگی نیست. حتی در مولود نبی، در مولود پیغمبر خواندن در محل قیام که همه از جوش میخیزه، همین هم اختلاف است. همین هم علما منع کردگی هستند که بچه خاطر میخیزید. در اون کتابای مولود بعضیش میگه که روح پیغمبر در اونجا حاضر میشه. اینها دلیل قوی نیستند. اگر نخیزم از جوش محل قیام هم که خونه میشه چیه پیغمبر، حجت نیست در این باب. دیگر گفته است السلام علیکم داملوی شریفخان، دختری که 5 وقت نماز خواند سطر نبندد، با او میگیم که سطر بکن، میگوید که دلت صاف باشد میشود. ما میگیم که نماز خواندگیش فایده ندارد، میگوید که کار شما نباشد. خب البته که شما به طریق به او بفهمانین که به نرمی به حلیمی باشد. یه خیلی که نمازی تو پاکیزه قبول شدن نمازی در دست ما و شما نیست. وقتی که عبادت کرد از 3 کلیل طهارت کرد و بالای جای نماز آمد نماز خواند، البته که این چی از فضل است، خوب است، اما اگر در نماز سطر نداشته باشه در این حالت نمازش درست نیست، چون که ترک فرض می شود. اما نمازش با سطر بخونه و در بیرون با به سطر کند، این البته که گناه کبیره است، چون که سطر
قانون خدا هست، حکم خدا هست ستر داشتن زنها، ستر داشتن مادرها و خواهرها، این حکم خدا هست. همه ما و شما آشکارا بدونیم، آگاه باشیم که حکم خدا هستیم. حتی پیغمبر حقوق ندارد که حکم خدا را دیگرگون کند. ستر حجاب زنها حکم خدا هست، از دست هیچ کس چیزی نمی آید. بعضی منافق با یافت می شود که میگه که با بدل خود عربی میدانه که مردم گمراه میگه که لیس من حوایج شرعیه، میگه این ستر حجاب داشتن از حاجت شرعی نیست. او بدبخت حاجت شرعی نباشه خدا در قرآن میگه تو با یک گپ گفتگی بدین میشه. بدونی که خدا در قرآن امیر حکم کرده است تو بگوی حاجت نیست، کافر و بدین میشه، از دین بیگانه میشه، چون که خدا حکم کرده است. از دست ما هیچ نمیآید، خدا حکمش کرده است. باید که زنی مسلمان، خواهری مسلمان ستر حجاب شرعی داشته باشه. ستر حجاب که نداشته باشه، میانش بتوه، نافش بتوه، گردن برهنه، سر برهنه، ایزار بدر کنه، پرتویا بگرده. پس فرقی او از فرق اروپایی و امریکایی تاجیک چی بوده است؟ چی فرق داشته است؟ این ستر حجاب داشتن مدنیت، معرفت، عقل انسانی و مسلمانی را نشون میده. بی ستری و بی حجابی این هیچ مدنیتی نیست. خب دیگر گفته است که یعنی که جواب همین که همون دختر شما با خوبی به نرمی بفهمونه که مهنت میکنی، طهارت میکنی، نماز میخونی، ستر حجاب هم داشته باش. که ستر حجاب امری چی خیلی که نماز فرض است، ستر حجاب هم فرض است. الی خدا عمل کردگی است. ستر حجاب البته که خواهرها و مادرها داشته باشن، حسن اونها 100 کرات زیاد میشه. همین یک زنی با ستر با حجاب باشد، اگر یک تا دیگه بی ستر بی حیا باشه، اگر نگاهشون کنی این همچون آدم در نظرت میتوه، او همچون یک حیوان در نظرت میتوه، چون که امر خدا را به جا آورده است.